این زن داداش من دیگه شروعشو در آورده، هر جا میره در قوطی جمع میکنه. بهش گفتم نکنه قرعه کشی داره، گفت نه بابا اگه بدونی چیا باعث میشه درست کرد که چشات 4 تا میشه. برداشته یه سری اینطوری روشو برش زده و کنار هم دیگه چسبونده، بعدم یه پایه اینطوری بهش چسبونده، با حوصله هم نشسته رنگشون کرده. میگه حالا بیا یه جام مسواکی یه جام مدادی خوشگل برای بچه‌ها درست کردی. یه سریشو اینطوری برده برش زده و روی هم دیگه گذاشته. دیگه جزئیاتش هم که دیگه با سلیقه خودشه. دیگه وقتی میری مسافرت برای جای خوردی ریزهات عالیه. یه سری هم اینطوری درست کرده، بالای در بطری رو برش زده، بعد با چسبونده روی یه دونه صفحه. چون کلا تو کارهای هنریه میگه برای جای مروارید یا حتی پالت رنگ برای بچه‌ها خیلی عالیه. یا اینطوری روش سوراخ کرده، یه نه بستنی هم داخلش گذاشته. هیچ دیگه به راحتی با یه سشوار یه دستگاه واکیوم خونگی درست کرده تا مواد غذاییش دیرتر خراب بشه. با 2 تا در بطری و یه دونه تیغ اینطوری رنده درست کرده. خیلی راحت و سریع خیارش رو رنده میکنه. تازه با در بطری دستگاه برش‌زن درست کرده، یه بطری رو برداشته، بعد اینطوری برش زده تا یه تناب محکم برای یه سری کاراش داشته باشه. برای درست کردن سایبون هم از این در بطری استفاده میکنه. سری بطری برش زده و در بطری هم روش اینطوری میبنده. حالا با هر چی که دوست داره اینطوری سوراخش میکنه تا راحت بتونه تناب ازش رد بده. حالا هر جا میره به راحتی میتونه سایبون درست کنه. دیگه در بطری هم برای یه سری از دوختام هم استفاده میکنه. حالا خدای حقشه برای زنداداش خلاق من یه لایک خوشگل بزنید. آیدی پیجش هم ازش گرفتم و گذاشتم توی کپشن، حتما برو فالوش کن. 3 تا قلب قرمزم براش حتما کامنت بذار.